میگم تو نیا، رو مغازه رو بخوان خجالت بکش. مغازه در مرده؟ من از زن از این چیزا میخرم؟ آخه سلیقه‌ام نداری که همیشه همه لباساتو قهوه‌ای میخری، حالم به هم میخوره. چه کنم؟ قرمز بگیرم گلگلی؟ سلام شرمنده، یه دونه خوبش از زحمت بکشید از این پادارای لنگر نشان. خوبش 55 تومن در میاد. آقا جان من مدل نیستم که بخوام عکس بگیرم، یه دونه برای خودم میخوام، خودم میبینم فقط. شرمنده دلار رفته است بالا، قیمت همین است. باشد. تاناکورا چیزی ندارید؟ نه آقا بفرما بیرون، هر چیه تاناکورا نمیخرن کی. آقا یه بسته پوشک بچه میخوام. ارزان باشد. ارزانش این است بسته 20 تومن. یعنی هر دفعه کلیش کار کنه 2000 تومان میشه؟ به عبارتی قطره 200 تومن. آبکی زیاد خورده باشد 400 تومن. شرمنده دلار رفته است بالا. آقا ما 4 روز مسافرت بودیم، انگار 300 سال نبودیم. حس ماکسیمیلیانوس دارم تو اعصاب کف. ببینم همه چی گرون شده، یارانم رفته بالا آیا؟ نه خدا را شکر یارانه همون 45 تومن است. داداش جنسم همون قیمت سابقه. کود بدم، پهن تازه بدم، بودو جانمانی. چیز جان کود چنده؟ هر تن 25,000 تومن. خب بذار کارتم زیبم درارم. شد 30,000 تومن. چرا؟ وایستا بکشم کارته. شد 35,000 تومن. چرا؟ دلار کشید بالا. بابا کاف مگه دلار بخورد پهن برد بالا؟ آقای مسئول، نه آب داریم، نه جنوب هوا داریم، نه کار داریم، نه کوف داریم، چه خبر است؟ قربونت برم حبابه از بین میره. بیا چند تا بلیت تلکابین دارم، بریم با هم حال کنیم، هرس نخور. خدایا بس است دیگه. خدایا خسته شدیم دیگه.